سلام سلام. خانم سر سلام. سر از نیلوفر اگه خبری داری بعد بگو. بچه چی شد تصادف کرده بود؟ درود بر شما، خوبی؟ بچه 4 تاتون هیچ کدوم لایک نکردین؟ خدا رو شکر که عالی هست. ایدالش خوب امشب رو بیاد. خب خدا رو شکر، خدا رو شکر، خدا رو شکر. بچه 2 تا بزنین رو صفحه لایک شه دیگه. لایک چرا نمی‌کنین؟ و سلام خانم نیلوفر، خوبی؟ میزونی؟ چطوری، خوبی؟ توکا سلام. مومو جان نه خوابم نمیاد، دارم شاهنامه آرمین سلام، چاکرم. خوبی؟ من تشکر از نه خواهش میکنم، وظیفه بود، جزئی از خانواده ما دیگه. خانم نیلوفر امیدوارم که حالت خوب شده باشه. من تماما سعی کردم با انرژی مثبت به این قضیه نگاه کنم و انرژی مثبت ما همراه باشه. بچه 2 تا بزنید رو صفحه لایک شه، تعداد به 20 برسه شروع کنیم. این یعنی این شاهنامه رو شروع کنیم و تعریف کنیم و تموم بشه که بعد برسیم به لایو خودمون. و تو اون لایو کلی مفصل صحبت. سلام خانم سارا، خوبین؟ خوش اومدین. انشالله روز به روز بهتر بشی، انشالله روز به روز سلامتی تو به دست بیاری. چیز خاصی هم نبوده. کاپتان سلام. بچه ها 2 تا بزنین رو صفحه لایک شه. قربون سارا جان، خدا رو شکر. یوری جان ایران،
تو که فارسی حرف میزنی، فارسی حرف بزن. آجواد و مستری نمیدونم اومدن یا نه. اگه اومدن که من استارتو بزنم. خب یه مقدمه خیلی کوتاه داشته باشیم. بعد از جنگ ایران و توران که رستم تونست شکست بده و افراسیاب طبق معمول فرار کرد، یه داستان کوتاهی بود، دیو اکوان، که اونو من تعریف نمی کنم دیگه، اون خیلی داستانش کوتاهه، که رستم دیو اکوان رو شکست میده. حالا به یه جای کوتاهی تو بیژن و منیژه بهش اشاره میشه و زیاد مهم نیست و میریم سراغ قصه بیژن و منیژه که توی شاهنامه تعریف شده. آره دیشب که رکورد زدیم خدا رو شکر، چشم بد دور، یهو چشممون زدن 400 رو دیدیم و یهو که نه، یک ساعتی 300 خورده 400 نزدیک 400 میچرخیدیم دیگه، یهو اومد پایین، ولی باز خدا رو شکر. بریم سراغ قضیه بیژن و منیژه. چشم نعیم جان، الان من شروع میکنم برای بیژن و منیژه. رولا مالکی سلام. کجا میخوای بری کیمیا؟ خب یکی از همین روزهایی که بعد یه چیزی هم آخر سر راجع به این اول بگم، بیژن و منیژه رو خیلی از شاهنامه خانها و حالا اونایی که رو شاهنامه تحقیق میکنن میگن که بیژن و منیژه، عرش سلام، میگن بیژن و منیژه، فردوسی اینو قبل از شاهنامه که استارت بزنه بیژن و منیژه رو نوشته بود و بعد اضافه کرد به شاهنامه، که حالا یه سری دلایل دارن. اونم اینه که نوع نوشتار شعر، نوع قافیه بندی و نوشتن اون داستانه، که میگن که خیلی ساده و انگار یه شاعر حرفه‌ای که مثلا اون داستانا رو اونجوری تعریف کرده، بیژن و منیژه رو خیلی ساده تر و با ظرافت کمتری از نظر زیبایی کلام نوشته و حالا اعتقاداتشون هم اینه که قبلا نوشته بوده بیژن منیژه رو بعد اضافه کرده. حالا ما بینش کار نداریم، فقط خواستم این نکته رو تو ذهنتون داشته باشید. بیژن همونطوری که میدونید پسر گیو بوده، گیو هم پسر گودرز بوده و جز پهلوان‌های خیلی بزرگ ایران بودن. یکی از همین روزهایی که توی سرزمین ایران همه چی خوب و خوش و اینا بوده. مرسی، چاکرتم، فداتم آرمین جان، ممنونم، دمت گرم. 2 تا قلب به عشق آرمین بذارید بچه لطفا هر کی که جدید میاد یه سلامی بهش بکنید، خوش آمد بگید بهش، چون من دیگه کامنت رو نگاه نمی‌کنم. یوسف جان سلام. خب یک سری از افراد که بهشون گفتیم اکوان یا همون کشاورزها، اگه یادتون باشه جمشید اومد 4 تا دسته درست کرد و کشاورزها و کاهن یا همون آدمای مذهبی و مبارزین و صنعتگران رو از هم جدا کرد و این کشاورزها یه شهری بود اونجا کشاورزی میکردن. اینا یه روز میان به پادشاه، حالا یه درخواستی دارن، میان و از کیخسرو یک درخواستی بکنن که کیخسرو اینا رو قبول میکنه و میگه بیاد صحبت کنید ببینیم جریان چیه. که این اکوان‌ها و همون کشاورزها میان و به کیخسرو میگن کیخسرو ما متاسفانه یه گله گراز اومده که ما هم نمیتونیم اینا رو شکست بدیم، خیلی تعدادشون زیاده و همه چی رو دارن نابود میکنن، زمین کشاورزی ما رو نابود کردن، باغ ما رو نابود کردن، خار درختای ما رو صلوات دادن، ما نمیتونیم به همین راحتی
اینا رو شکست بدیم. مثلا میخوایم که یه فکری به حالش بکنی، یه ارتشی، لشکری، یه چیزی بفرستی که اینا رو نابود کنه، وگرنه اینا زندگی ما رو دارن تباه میکنن، دهن ما رو سرویس کردن. لطفاً هر چه زودتر یه تدبیری بیاندیش. که کیخسرو اونجا دستور میده و دستور که میگه که آقا من حتما رسیدگی میکنم، شما جزئی از این مملکتید و باید اون گرازها از بین بره. که اونجا باز هم یه طبق معمول که الان ما متوجه شدیم توی شاهنامه، هر باری که کیخسرو یا پادشاهی میخواد یه نبردی بکنه، یه چالشی رو داشته باشه، یه سری جوایز، یه سری هدایا میده و یه سری طلا و زر و اینجور داستانا میذاره که ببینه کسی اگه رفت این کار رو انجام داد، این جایزه و این طلا و این زر و اینا برسه به همون، یعنی اون زحمتی که میکشه بدون مزد نباشه. یعنی همیشه پهلوان ها از این راه کسب درآمد میکردن. ما توی داستان سیاوش دیده بودیم که یک نفر سلام یوسف جان، دستت در نکنه داداش، مرسی عزیز، دمت گرم، خیلی ممنون. بچه‌ها از یوسف تشکر کنید. ما توی داستان پیران و رستم اینو دیده بودیم که بیژن خیلی خودخواه و خیلی جاه طلبه و تمام اون جوایز رو برای خودش میخواسته. یعنی هر چیزی که کیخسرو میگفت بیژن میگفت من انجام میدم، فلانیو میگفت بکش، بیژن میگفت من میکشم. خب طبق معمولا بیژن اینجا دست بلند میکنه و میگه که آقا من میرم و این گرازها رو نابود میکنم، این طلا و جواهر رو به من بدین. کیخسرو خیلی خوشحال میشه و میگه اوکی و فلان. اما گیو یهو بیژن رو میکشه کنار، میگه آقا تو چی، تو چه دیوانه‌ای؟ هر جا یه اتفاقی میفته تو میخوای بری وسط، مگه میشه آقا؟ یه لحظه امان بده، یه لحظه بیست، یه لحظه آرام دیگه. تو با گراز که نمیتونی تنهایی بری مبارزه کنی و این داستانا. میگه آقا پدر تو دیگه چی کار داری؟ آقا منو ول کن، من بزرگ شدم، من فلانی ام دیگه، من این همه تو جنگ و نبرد بودم به همین راحتی. که کیخسرو اونجا دستور میده که گرگین همراه بیژن بره به جنگ این گرازها و راهنماییش کنه، نه اینکه بخواد مبارزه کنه. میگه آقا تو برو، راهو بهش نشون بده و باهاش برو که تنها نباش. که گرگین هم قبول میکنه و اطاعت امر میکنه. همه اینا دستبوسی میکنن و به راه میافتن به سمت همون شهری که گرازها بهش حمله کرده بودن و کشاورزها اومده بودن طلب یاری میکردن. این دو نفر که دارن میرن توی راه، بیژن خیلی ساده به قضیه نگاه میکرد و داشت شکار میکرد. یعنی تو راه هم داشتن میرفتن، آهو میزد، چه میدونم قرقی، قمریش شکار میکرد. منظور اینه که خیلی ساده گرفته بود این قضیه رو، همه چیز رو ساده گرفته بود و اونقدر براش سنگین و مشکل نبوده این داستان. اما نزدیک اون شهر که میرسن، بیژن به گرگین یک پیشنهاد میگه گرگین من میرم داخل، این گله گرازها رو چند تاشون رو میکشم، این چند تا رو هدایت میکنم به سمت بیرون، تو این بغل مثلا ورودی باش، خروجی باش و با شمشیر اینا رو بکش، یعنی تو هم یه کمکی بهم بکن. که گرگین اونجا میگه بیا، اینا شوخی داشتن با هم دیگه. گرگین میگه آقا چجوریه تو طلا و فلان و همه اینا رو تو گرفتی، بعد من بیام اونجا کار بکنم؟ من هرگز این کار نمیکنم. خودت پولو گرفتی، خودت طلا جواهر رو گرفتی، خودت باید بری، من فقط اومدم راهنما باشم. و بیژن خیلی عصبانی میشه، بهش برمیخوره، میگه نخواستیم آقا، من خودم میرم کارو در میارم. که بیژن میره و شروع میکنه به کشتار این خوک ها و موفق میشه. گله زیادی از این خوک ها بهش حمله میکنن، همه رو میکشه، حالا با شمشیر و گرز و حالا هر چیزی که داشته اینا رو میکشه و سرشون رو از تن جدا میکنه و به نشانه این که پیروز شده اونا رو میخواد بیاره و ببره به دربار و نشون بده که موفق شده. یه انقدر این گله بزرگ بوده، توی شاهنامه هم میگن، یعنی یه گاو نرم اگه میخواست اونو بکشه نمیتونست تعداد اون سرها رو برای اینکه بخواد حمل کنه، اون گاو نرم نمیتونست، ولی بیژن همه اینا رو کشیده بود و آورده بود و سوار اسب کرده بود که بره. گرگین که وقتی این صحنه رو میبینه رو دمش میمونه و احساس میکنه که اگه نکنه برگردیم توی دربار،
بیژن این داستان کمک کردن و رد کردن کمکش توسط من رو تعریف کنه، من آبروم بره. میخواد یه جوری یه کاری بکنه که بیژن یه کار اشتباهی انجام بده که به واسطه اون اینم یه دستش باز باشه، بگه اگه من اون کار کردم تو هم این کارو کردی. بیژن خیلی خوشحال و خیلی مسرور از این قضیه و میخواد که بره هر چه زودتر به پادشاه بگه که کارش انجام داده. اما گرگین اونجا یه تصمیم شومی میگیره. حالا به واسطه اینکه میخواسته اذیتش کنه یا هر چیز دیگه ای این تصمیم رو میگیره. برمیگرده به بیژن میگه که من میگم بیا بریم یه جایی همین نزدیکیه، 2 روز راهه، اونجا دخترای افراسیاب یه جشنی گرفتن، تو این فصل معمولا میرن اونجا و یه جشن میگیرن و کلی هم کنیز و رعیت و اینا اونجا هست. به نظر من بیا بریم اونجا یه اشغالی بکنیم، یه بزمی بزنیم، یه مخ این دختره رو هم بزن اونجا، حالا یه تریپی باش برقرار کن، بعد دیگه بریم دیگه. حیف نیست ما این همه راه اومدیم اون بزمگاهو نبینیم، اون جای شادی و اون جشن و اینا رو نبینیم. بیژن یه ذره پیش خودش فکر میکنه، بیژن هم یه ذره چی میگن جوری زیاده خواه بوده دیگه و قبول میکنه، میگه که اوکی بریم یه سفری بریم، حالا یه اشغالی هم میکنیم دیگه، اونا که نمیدونن ما کارمون تموم شده، پس بریم اونجا و اشغال کنیم. اینا توی اون سفری که دارن میرن 1-2 روز نزدیک اون بزمگاه یا جایی که جشن گرفته بودن که شدن، مثلا 1 کیلومتریش رسیدن، صدای دهل و اینا می اومده، صدای رقص و آواز می اومده. بیژن به گرگین میگه تو همینجا بمون، بذار من اول برم ببینم اوضاع چجوریه، اگه اوضاع خوب بود بهت میگم تو هم بیا، تو الان فعلا همینجا بمون. که گرگین قبول میکنه. اصلا نقشه گرگین همین بوده که بیژن رو بفرسته تو دل این جریان و یه اتفاق بدی براش بیفته. حالا از اینجا به بعد داستان قضیه جذاب میشه. بیژن که داره نزدیک اون بزمگاه میشه، اون رعیت ها و اون کنیز ها میبینن که یه پسر خیلی جوان، خیلی خوشتیپه، خیلی رعنا داره میاد، میرن سریع به منیژه میگن. منیژه دختر افراسیاب بوده، یکی از دختر افراسیاب بوده که هر سال مثلا بهار میرفته اونجا و یه مدتی اونجا ییلاق اشلاق‌طور اونجا اشغال میکردن، رقص و شادی و حالا کیف و اینا. میان به منیژه میگن آقا یه نفر اومده اینجوری خیلی رعناه، خیلی رشیده، خوشگل هم هست، چیکار کنیم؟ منیژه به اینا دستور میده آقا شما برو ببین این کیه، اصلا نباید تو توران اومده چیکار، برو ببین کیه، من دختر پادشاهم، اینجا چیکار میکنه؟ که اون کنیزه میاد و جلوی بیژن رو میگیره، میگه تو کی هستی؟ میگه من بیژنم، پهلوان ایرانی، از این ور داشتم عبور میکردم، گفتم بیام یه سلامی عرض کنم و اینا. مثلا اینجا کی داره شادی میکنه، مثلا یه سلام عرض کنم، قصد بدی ندارم. که اون کنیزه میاد به منیژه میگه آقا این اینجوری گفته، میگه آقا من میخوام یه سلامی عرض کنم، دستبوسی کنم و این حرفا. که منیژه هم میگه باشه بیا، چون منیژه هم از دور اینو دیده بوده، خوشش اومده بوده، از سیما و چهره این خوشش اومده بوده. بیژن توسط کنیز راهنمایی میشه که بیاد و به منیژه سلام بگه. بیژن هم میاد. بیژن قصد اینو داشته که مخ این دختره رو بزنه، یه اشغالی بکنن و برگرده، میدونی چی میگم؟ ولی منیژه از بیژن خوشش اومده بوده در نگاه اول و اینا 2 نفر وقتی به هم میرسن، منیژه میگه تو کی؟ میگه من مثلا فلانم، پسر گیوم، نوه گودرز، یه پهلوان نامی ام، اومدم اینجا گرازا رو شکار کردم دیگه، گفتم یه سری هم به شما بزنم، یه دستبوسی بکنم. که منیژه هم میگه اوکی خوش اومدی، بیا حالا این شراب و می و بیا اشغال کنیم، جشن و پارتی کنیم. که این اتفاق میفته و 1 روز بیژن در کنار منیژه میمونه، ببخشید 3 روز در کنار منیژه میمونه. حالا از این داستان اونور گرگین 3 روزه که تنهاست، خبری از چیز نداره دیگه، از بیژن نداره. بیژن گفته تو بمون، من اومدم تو بیا. بیژن هم انقدر اینجا درگیر اشغال بوده، انقدر هم به داشتش کیف میکرده، خوش میگذشته، اصلا گرگین رو یادش رفته بوده یه جورایی.
بیژن سومی روز میگه که آقا من دیگه باید برم دیگه، اشغال بسته، دمت هم گرم، خیلی ممنون و فلان و اینا. منیژه که اینو میشنوه میگه اوهو تو کجا بری، من عاشقت شدم، به همین راحتی تو بیا اینجا اشغالتو بکنی بری. که یک دستوری میده به کنیز و میگه اون داروی بیهوشی رو بیارید تو شرابش بریزید، من اینو میخوام که ببرم. خلاصه اونا میرن و این داروی بیهوشی رو میارن و توی شراب بیژن میریزن و بیژن که این شراب رو میخوره برای آخرین بار مثلا شراب رو بخوره بیهوش میشه و منیژه اینو سوار اسب میکنه و به سمت دربار میبره. یه جورایی هم یواشکی این کارو میکرده که مثلا این مال خودش بشه، چون میدونسته اگه اونور افراسیاب ببینه که یک پهلوان ایرانی اومده و دوباره مخ دخترش رو زده، خب عصبانی میشه. افراسیاب هم بخت بدی داره بنده خدا، تمام دختراشو، یعنی تمام که نه بیشتر دختراشو با ایرانیا وصلت داده، یعنی پهلوانای ایرانی یا حالا پادشاه ایرانی دختراشو گرفتن، از اون ور فرنگیس، از این ور منیژه، یه دونه هم که دختر داشت اونم دیگه حالا دامادش هم که مرد. خلاصه بیژن میاد و یهو توی کاخ چشماشو باز میکنه، میینه ای وا اینجا من چیکار میکنم، توی کاخ افراسیاب چیکار میکنم، دورم همه تورانیانن. که اونجا داد و بیداد میکنه چون سلاح و همه این چیزاشو گرفته بودن ازش، لخت اینو سوار کرده بودن، حالا لخت هم نه، مثلا همون لباسی که تنش بود یعنی زره و اینا رو کنده بودن، با همون لباس ساده این آورده بودن توی کاخ. که یهو بیدار میشه و میبینه که آقا چیه جریان، من توی این کاخ چی کار میکنم، من اینجا چرا آوردی. اونم برمیگرد میگه نگران نباش، من نمیذارم تو بهت آسیب برسه، من دوستت دارم، دلم نمیخواست از پیشم بری، تو حالا بیهوش شدی، من تو رو آوردم کاخ، چیز اتفاق بدی نیفتاده، یه چند وقت اینجا پیش من بمون، بعد کم کم راهی شو برو. که بیژن و منیژه اونجا یه جورایی از هم دیگه خوششون هم میومده. اینا دارن اشغال میکنن، خب خبر میرسه دیگه توی کاخ به این بزرگی، نمیشه که مخبر و خبرچین نباشه. خبر میرسه به پیران. پیران یا کرسیوز، خبر میرسه به کرسیورز، داداش افراسیاب، که آقا یه ایرانی اومده تو اتاق دختر افراسیاب داره اشغال میکنه، بریم سر وقتشون. که کرسیورز به همراه سپاه میرن داخل، میبینن بله سر عملیات اینا رو گرفتن، دارن کارهای بی‌تربیتی میکنن. اینا میان یا تو کی اینجا چیکار میکنی، دختر پادشاه رو داری چیکار میکنی فلان. اونم برمیگرده میگه که آقا من مقصر نیستم که فلان، هیچ سلاحی هم نداشته، یه دونه خنجر داشته توی پوتینش قایم کرده بوده، اون خنجر در میاره میگه آقا بخواید مبارزه کنین تا آخرین نفس باهاتون مبارزه میکنم. که خلاصه اینو دستگیرش میکنن و اینو میبرن پیش افراسیاب. کرسیورز میگه که آقا کلاتو بنداز بالاتر، دخترت با این تو اتاق بوده، اینم پسر گیوه. که افراسیاب خیلی خشمگین میشه، میگه تو اینجا چیکار میکنی؟ اینجا میگم به خاطر این میگم اینا دوتا با هم دیگه عاشق هم دیگه شده بودن اینجا میگم با هم عاشق هم دیگه شده بودن. یه داستان من درآوردی میگه میگه من داشتم توی دشت قدم میزدم، یعنی رفته بودم شکار گراز و این داستانا، تا یه جایشو داره درست میگه شکار گراز رفته بودم، بعد یهو یک پری اومد و منو بیهوش کرد و منو توی این گاری دختر شما پدیدار کرد، یعنی منو غیب کرد اونجا، پدیدار کرد، ظاهر کرد و اصلا من قصد نداشتم بیام. اینو چرا گفته؟ دیگه نگفته دخترت منو آورده، که چون اگه میگفت مقصر دخترش منیژه میشد. پس اینجا این رکب و یه جورایی یه دروغی داره میگه که آقا بگه هیچ کدوم ما مقصر نیستیم، این پریه منو آورده اینجا. که افراسیاب میدونین داره چرت و پرت میگه چرت و پرت نگو، من بچه‌ام مگه پسر، من خودم با دیو و پری و اینا جادو جنبل سر و کار دارم، تو داری به من چی میگی؟ که به کرسیوز دستور میده که آقا برو این گردن این بیشرفو بزن، اینو ببرید تو میدان، گردن اینو بزنید، درس عبرتی بشه برای همه، دختر منم زندانی کنید، کثافت آبرو شرف منو برده. که اینا دارن میرن اینو گردن بزنن،
توی راه، توی مسیر، توی دل خودش بیژن داره نفرین میکنه گرگینو، میگه خدا لعنتت کنه که منو اینجوری خار و خفیف کردی، من باید تو میدان نبرد میمردم، نه اینکه سر یه جریانی که مقصر نیستم منو گردن بزنن. توی همین فکر و خیال بوده و جلادم آماده بوده که گردن این بیژن رو بزنه که از قضا پیران میاد و میبینه یه نفر دارن گردن میزنن، یا جریان چیه؟ کرسیوز میگه این پسر گیوه اومده دختر افراسیاب و آره ما اینو گرفتیم و افراسیاب دستور داده که اعدام کنه. پیران میگه یه لحظه دست نگه داریم من برم ببینم این چی میگه. پیران میره پیش افراسیاب میگه جریان چیه؟ میگه اینجوری من بی‌آبرو کردم، من آبروم داره میره، همه ایرانی‌ها دارن به من میخندن، اگه این نکشمش این داستان پیش میاد. بعد پیران میگه تو مغز خر خوردی چیه؟ دهن من ما رو تو با این تصمیمات سرویس کردی، من بهت گفتم سیاوش رو نکش، تو سیاوش رو کشتی، ایرانی‌ها به ما حمله کردن، پدر ما رو در آوردن، چند نفر رو کشتن، چند نفر رو زخمی کردن، تو چرا بی خیال این قضیه نمیشی؟ چرا ول نمی‌کنی؟ بابا یه بار به حرف من گوش کن، اینو نکش، الان اینم بکشی پسر گیو و همه دار و دسته و کل این سپاه ایران دوباره برای خونخواهی این میان، دوباره ما باید دهنمون سرویس شه. ول کن دیگه آقا، عجب داستانی داریم ما با تو، هر کیو میبینی میخوای سر بزنی. که افراسیاب اونجا یه ذره آروم میشه، میگه خب چیکار کنم اگه نکشمش؟ همه میگن آقا این چه بی غیرت، دخترشو با این گرفته اینو نکشته، بکشمش؟ تو میگی آقا گیو میاد پدر ما رو در میاره، من باید چیکار کنم؟ چه خاکی بسرم؟ من که اینجا داشتم نون و ماستمو میخوردم. که پیران اونجا یه فکری به سرش میرسه، میگه که داداش بیا اینو یه جا زندانی کن، یه زندانی معمولی هم نه، یه زندانی که بقیه زندانی هستن نه، یه زندانی، یه چاله‌ای، یه چاهی، یه چیزی بکن، اینو اونجا بنداز اون توی اون سیاه چاله، یه سنگی که دیو اکوان، حالا من اون داستانش دیگه تعریف نکردم چون داستانش خیلی کوتاه بود، اون جادو جنبل و ایناست، میگه اون سنگی که دیو اکوان برامون آورده بوده اونو با فیل بکش بیار بذار روی این چاه که دیگه هیچ وقت نتونن اینو بلند کنن، آدم عادی نتونه اینو بلند کنه، منیژرم مأمور کن که اونجا بمونه مثل رعیت‌ها از اون نگهداری کنه، یعنی عاقش کن، یعنی از ارث و همه چی محرومش کن، که منیژه یه تنبیهی بشه و بگیم حالا که اینو دوست داری همینجا بمون بالا سرش، انقدر گریه کن بمیر. اینجوری آبروی تو حفظ میشه و اونم نمیکشی که دو فرد دیگه ایرانی‌ها بخوان حمله کنن، حداقل زنده است، اگه یه داستانی شد میتونیم بعد معامله کنیم این داستان. که افراسیاب همین دستور رو میده، یه چاله‌ای میکنن، یه چاهی میکنن، بیژن رو میندازن اون تو، دخترش منیژرم خل لباس میکنن، یعنی خل درجه میکنن به عنوان یه رعیت، همه چی ازش میگیرن، پول و ثروت و مقام و لباس و همه رو ازش میگیرن. اون سنگ بزرگی هم که بهتون گفته بودم با فیل میکشنش و میارن روی اون چاه میذارن تا کسی نتونه اونو تکون بده، یه سوراخ سنبه‌ای هم براش میذارن، میگن که منیژه جان حالا اینجا بمون، از این پرستاری کن، مگه دوستش نداری؟ که منیژه هم اونجا گریه‌زاری میکنه و این داستان به جایی میرسه که منیژه میره گدایی میکنه، یعنی میره نون گدایی میکنه، غذا گدایی میکنه که برای بیژن ببره و بیژن زنده بمونه. و اونجا حالا گریه‌زاری که میکنه به بیژن میگه آقا من باعثش شدم، من معذرت میخوام اینا، که بیژن هم لعن و نفرین میکنه گرگینو، میگه تو مقصر نیستی، شاید من نباید میومدم حرف گرگینو گوش میکردم. خب تا اینجا قضیه شاید شما بپرسید این گرگین پس چی شده؟ این گرگین کجاست؟ حالا میخوایم بریم ببینیم گرگین چیکار کرده. گرگین که یه هفته اونجا معطل بوده و میبینه که آقا بیژن نمیاد، میگه برم ببینم چه خبره. میره و میبینه که آقا هیچی نیست، همه رفتن، بیژن نیست، اون بزم و شادی هم تموم شده، همه رفتن، اینجا خالیه. میگه ای داده بیداد چیکار بکنیم؟ میره به سمت کاخ کیخسرو و اسب بیژن هم با خودش داره میمیره، چون بیژن پیاده داشته میرفته سمت اونا و اسبشو با خودش نبرده بوده. توی راه گرگین توی این فکری که آقا الان من برم اونجا اینا فکر کنم من اینو کشتم چی؟ در منو قرار سرویس کنم، من که کاری نه، که عجب غلطی کردیم، ای کاش میرفتم اونجا آبروم میرفت، اینجوری جونم هم در خطره. توی همین فکرها بوده که میرسه به نزدیک کاخ. گیو که خیلی وقت بوده پسرش رفته شکار گراز، از دور میبینه که گرگین داره میاد به همراه اسب بیژن، ولی بیژن نیست. اونجا تو ذهنش میگه وای اینو کشته،
حالا یه اتفاقی افتاده، این تنها داره میاد، من باید تحت این قضیه رو در بیارم که گیو میره سراغ گرگین، یا تو تنها چیکار میکنی، اسب 20 صاحب آوردی، صاحبش کجاست؟ که گرگین اونجا یک داستانی تعریف میکنه برای اینکه خودشو تبرئه کنه. گرگین برمیگرده میگه آقا ما اونجا رفتیم گرازا رو شکست دادیم. گرگین چیکار کرده؟ اون سرا رو دیگه، سر گرازا رو نیاورده بود، دندونهای گرازا رو کنده بود که بگه آقا ما گرازا رو شکست دادیم. میاد این دندون گرازا و اینا، ما گرازا رو رفتیم با بیژن 2 نفری شکست دادیم. حالا خودش هم یه جورایی دخیل کرد. آره ما گرازا رو شکست دادیم، نابودشون کردیم. بعد یه جادویی اومد به شکل مثلا حالا یه اسب، همون گورخری که قبلا مثال زده بودم برات، به شکل یک اسب، و بیژن رفت که اینو رام کنه، دیدیم تبدیل به یک دیو شد و بیژن رو گرفت و برد. یعنی من هر چی تلاش کردم اینو بگیرم یهو غیبش زد، بیژن رو برد، جادو جنبل بوده فلان. گیو اونجا فهمید این داره دروغ میگه، یا چرت و پرت نگو آقا، مگه میشه این داستان؟ من باید تو رو تکلیف تو روشن کنم. میره پیش کیخسرو داد و بیداد میکنه، میره پیش کیخسرو، میاد کیخسرو من این گیو و این گرگین رو باید بکشم، این داره دروغ میگه. کیخسرو میاد داستان چیه؟ میاد اینجوری. کیخسرو برمیگرده میاد یه لحظه استاپ کن آقای گرگین، تو بیا ببینم داستان چیه. گرگین دوباره همون داستان رو تعریف میکنه برای کیخسرو و کیخسرو یه جورایی اونجا متوجه میشه که گرگین داره دروغ میگه. میگه گرگین من وقتی عید نوروز بیاد، خب همونطوری که میدونید یه سری قدرت ها داشته دیگه کیخسرو، میتونسته از غیب بگه. میگه من عید نوروز که بیاد، من توی گوی زرین نگاه میکنم و میتونم تشخیص بدم بیژن کجاست، یعنی جای بیژن رو میتونم ببینم. بعد دروغ گفته باشی بعد بد میشه. که گرگی میگه باشه خدا رو شکر تو بتونی اینو پیدا کنی خوبه و این داستانا. که عید میشه، یه چند ماهی میگذره، عید نوروز میشه و کیخسرو از گوی زرین و اون گوی جهانبین میبینه که بیژن داخل یک چاهی توی دربار، توی اون کاخ افراسیابه و یک سنگ بزرگی روی این چاهه. که برمیگرده به گیو میگه داستان اینجوریه، گرگینم دروغ گفته و اینا، دستور بدید که رستم بیاد، ما خودمون که نمیتونیم کاری بکنیم، دستور بدید رستم بیاد، رستم حتما میتونه بره و اینو نجات بده، ما از دست ما خارجه. که این پیغام رو میفرستم برای رستم. فکر میکنم خود گرگین هم این پیغام میبره، نمیدونم، نه گیو میره و این پیغام رو برای رستم میبره. گرگین و اینا حالا زندانی کردن، حالا اسیر کردن، حالا هرچی. گیو پیغام کیخسرو رو میبره برای رستم که این رستم دیگه اونجا انقدر دیگه از رستم تعریف میکنه که رستم وقتی این نامه رو باز میکنه و میبینه آقا کیخسرو اینقدر داره از من تعریف میکنه پس وضعیت خرابه، یه داستان خیلی مهمیه که کیخسرو داره اینقدر از من تعریف و تمجید میکنه. برمیگردیم به گیو میگه داستان چیه. گیو هم داستان رو براش تعریف میکنه و میگه پسر من الان اونجاست، ما هم هیچ کدوم نمیتونیم، تو باید بیای، چاره‌گشای ما تویی. که رستم میگه اوکی تو حالا نگران نباش، میریم با هم دیگه اون رو نجات میدیم. کیخسرو برمیگرده به گیو قبل اینکه بره میگه نگران نباش پسرت زنده است. قبل عید میگه پسرت زنده است، من توی طالبینی ها وقتی گفتن افراسیابو من میکشم، بیژن کنار منه و همراه منه، پس بیژن زنده است، نگران نباش. بخت بیژن الان مثلا تیره نیست، چون بیژن توی طالبینی ها همراه با کیخسرو میره و افراسیابو شکست میدن دیگه، میکشن. که رستم برمیگرده به گیو میگه باشه تو حالا از راه اومدی یه ذره بیا. رستم هم آدم اشغالی بوده دیگه، باید شراب و اینا رو میخورده. که رستم برمیگرده میگه آقا بیا حالا یه ذره اشغال کنیم، یه ذره شراب بخوریم ببینیم چیه. یه 2-3 روزی گیو پیش خودش نگه میداره و بزم شادی و شراب و اینا رو به راه میندازه و گیو هم خب خیالش راحته دیگه، رستم حرف میزنه حرفشو عملی میکنه، مثل بعضیا نیست لب و دم باشن، حرفو عملی میکنه. که رستم به همراه گیو میره به سمت کیخسرو و کیخسرو بهش داستانو میگه و کلی هم براش جایزه تعیین میکنه که آقا عربی صحبت نکنید،
که کیخسرو کلی هم ستایش میکنه رستم و میگه دمت گرم، تو اگه نبودی ایران نبود، من خوشحالم که تو با مایی و این داستانا، برو این داستانو بر ما حل و فصل کن. که بعد رستم هم قبول میکنه و میگه که آقا چجوری حالا بریم نفوذ کنیم توی این دش. رستم یه نقشه ای میکشه، میگه من به عنوان یه بازرگان میرم، یه 6 7 نفرتون هم با من بیاین، به عنوان بازرگان و تاجر میریم، یه سری وسایل هم به من بده که من بگم من تاجر فلان چی ام، مثلا تاجر فرشم، از ایران اومدم میخوام اونجا تجارت کنم، من به جنگ کاری ندارم. که کیخسرو خیلی خوشحال میشه و میگه اوکیه، من بهت هر چیزی که میخوای و بهت میدم، شما تشریف ببر و این داستان رو حل کن. که گیو به همراه رستم، به همراه چندین نفر دیگه، گرگین و اینا، به جز رستم 7 نفر دیگه باهاش بودن، یعنی 8 نفر به همراه اسب و شتر و اینا به عنوان تاجر میرن به سمت توران. ورودی توران، پیران مسئول چیز بوده دیگه، دربار بوده دیگه، همه کارا زیر دست توران بوده، پیران بوده. اونجا رستم چون لباس رزم نداشته که یه لباس عادی پوشیده و حالا این داستانه. شاید خیلیا بگن که آقا مگه میشه پیران رستم رو ببینه باید بشناسه دیگه، این مبارزه کردن با هم دیگه، نمیشه نشناسه رستم رو که. خب درسته، ولی فردوسی میگه که آقا خدا خواست این نشناسه اینو، حالا اون لباسی که پوشیده، اون جامه‌ای که پوشیده، حالا اون چهرهش رو که مثلا اینجوری با پارچه پوشونده، پیران نشناخته اینو. که رستم میرسه و پیران جلوشونو میگیره، یا شما، یا من تاجرم، از ایران اومدم، یکی از شهرهای ایرانم، اومدم اینجا تجارت کنم، پول زیادی با خودم آوردم، جنس زیادی هم با خودم آوردم، من به جنگ ایران و توران کاری ندارم، من اومدم اینجا تا کاسبی بکنم. که پیران وقتی این جریان میبینه قبول میکنه، میگه آقا باشه بیا، و به بقیه هم دستور میده که آقا تجار مثلا ما رو صدا کنید، اینا تاجرن، ببین چی میخوان چی نمیخوان، که با هم دیگه بتونین تجارت کنین، هم شما یه پولی ببرید هم ما یه پولی ببریم، این گردش مالیه بر ما هم اتفاق بیفته. که بهشون یه دونه چی بهش میگن، حجره میده، میگه آقا شما توی این حجره فعلا ساکن باشید، اونجا هم بازاره، هر وقت خواستید برید کاراتون انجام بدید، چند روز اینجایید، ما یه چند روزی هستیم بعد میریم، باید بریم چین و ماچین مثلا. که قبول میکنه. توی این ورود این ایرانیان، خب توی کاخ یه 7 تا ایرانی بیان با شتر و بار و اینا، خب همه خبر میپیچه دیگه، یه گروهی از ایرانیان اومدن توی کاخ و این خبر سر و صدا میپیچه، به منیژه هم این خبر میرسه و متوجه که میشه یه عده‌ای از ایران اومدن، ایرانیا اومدن، میخواد بره ببینه که آیا خبر دارن ایرانیا سپاهی میخوان بفرستن نمیخوان بفرستن، سپاهی دارن میفرستن نمیفرستن، این بیژن اینجا توی چاه، چه اتفاقی قراره برای بیژن بیفته. که منیژه میره و میبینه که یک نفر مثلا رستم اون بالا واسطه و داره دستور میده به اینا، حدس میزنه که این رستمه رئیس ایناست. خب رستم اون که نمیشناسن، میره پیشش و میگه که سلام، شما از ایران اومدی؟ میگه آره. میگه خبر داری سپاهی چیزی داره میاد و اینا، چون اینجا بیژن توی پسر گیو اینجا زندانیه، آیا ایرانیا کاری کردن به غیرتشون برخورده، میخوان بیان نجاتش بدن نمیخوان بیان نجاتش بدن، چجوریه داستان؟ که رستم اونجا برای اینکه لو نره یه تشری بهش میزنه، میگه برو گم شو آقا، برو گم شو، من اینجا اومدم برای تجارت، من کاری به جنگ ندارم، بیژن کیه فلان کیه. بعد میگه که تو کی هستی؟ میگه من دختر افراسیابم، من به خاطر عشق بیژن اینجام و بیژن به خاطر عشق من اینجا تو چاه افتاده، من دارم ازش نگهداری میکنم، من فقط اومدم ازتون بپرسم که آیا ایران خبر دارن که بیژن اینجاست یا نه. رستم اونجا دوزاریش میفته، ولی برای اینکه جاسوس و اینا زیاده مثلا نمیخواسته لو بده، میگه باشه من که اینا رو نمیشناسم که تو میگی، ولی برات یه غذا میارم، اون غذا رو ببر بده به بیژن. توی اون غذا انگشتر خودش رو رستم جاساز میکنه و میگه این غذا رو ببر بده به بیژن، ما برای چیز دیگه اومدیم، ما از این جریان خبر نداریم. منیژه این غذا رو میبره، حالا با ناامیدی تمام که اینا چرا جواب من ندادن، ایرانی‌ها چرا اینجوری ان و اینا،
منیژه میره این غذا رو میده به بیژن. بیژن توی سیاهچال که داشته این غذا رو میخورده و داشته باش صحبت میکرده، اونم داشته باش تعریف میکرده، یهو اون انگشتر پیداش میشه. اون انگشتر پیداش میشه و بیژن خیلی خوشحال میشه و میخنده. منیژه به بیژن میاد چی خل شدی، دیوانه شدی، توی سیاهچالی داری میخندی، چرا میخندی؟ بیژن میگه که چون تو زنی، دهنت لقه، امکان داره لو بدی این جریانو، نمیتونم بهت بگم. که منیژه میاد دمت گرم دیگه، من به خاطر تو اینجا داره چاکم پاره میشه، من از تخت پادشاهی و فلان اینا همه چی افتادم، به خاطر عشق تو من اینجا، من چرا باید دهنم لق باشه، چرا باید لو بدم؟ که بیژن میگه باشه قسم بخور. اینم قسم میخوره و داستان براش تعریف میکنه. میگه انگشتر رستم اومده، 100% اومدن که من نجات بدن. منیژه هم خیلی خوشحال میشه، میگه خب الان ما چیکار کنم؟ بیژن میگه باشه این ظرف خالی رو ببر بهشون بده و پیغام منو بهشون برسون و ببین جریان چیه، نقشه‌ای که اونا کشیدن جریان چیه. که منیژه میاد و فرداییش به رستم سلام احوال پرسی میکنه، میگه دستون در نکنه بابت غذا، خیلی ممنونم، پیغامتون رو رسوندم و یه پیغام دارم چجوری قراره که نجات بدین و این داستانا. که رستم اینو میکشه کنار، اون 7 نفرم میان، میگه که ما باید یه جوری این داستان رو توی شب هندل کنیم، توی روز نمیشه. چجوری؟ میگه تو شب یه آتیشی بپا کن اونجا، آتیش کوچیک، ما اون دوده رو ببینیم که شما دقیقاً کجای این دژ و کجای این قلعه هستید، بیایم اونجا و کمک کنیم و فرار کنیم. که منیژه هم همین کارو میکنه، میاد و شب یه آتیشی به پا میکنه. این از طریق دود رستم اینا رو پیدا میکنن، 7-8 نفری میرن بالا سر و میبینن یه سنگ بزرگیه. رستم به اون 7 نفر میگه شما این سنگ بزرگو بلند کنید و حالا راه رو باز کنید که بیژن بیاد بیرون. اون 7 نفر هر چی زور میزنن نمیتونن این سنگ رو تکون بدن. اون 7 نفر این سنگو نمیتونن تکون بدن. رستم میگه برید کنار بابا، برید کنار، نون نخوردید مگه، برید کنار. رستم خودش به تنهایی اون سنگ رو جابجا میکنه بچه، سنگیو که فیل آورده، سنگیو که 7 تا پهلوان ایرانی نمیتونن جابجا کنن و رستم به تنهایی جابجا میکنه. فقط اونجا یه استاپ میزنه، میگه که بیژن میخوای بیای بالا اوکیه، من تو نجات میدم، ولی اومدی بالا باید گرگین رو ببخشی. گرگین خیلی پشیمونه از این داستان. گرگین هم اونجا میگه گو خوردم، غلط کردم بیژن، من اصلا نمیخواستم اینجوری بشه، من فکر نمیکردم اصلا اینجوری بشه. که بیژن اولش زیر بار نمیره، میگه من بیام بالا خشتک اینو پاره میکنم، من اینو جر میدم. این باعث شد من به این خفت و خاری بیفتم، اصلا این نقشه این بود، پوفیوز من آورد اینجا فلان. که رستم میگه یه ذره واسا، یه لحظه واسا، الان گرگین اینجا اومده ابراز پشیمانی میکنه، اگه تو نمیخوای ببخشیش من سوار رخش بشم برم، سوار شتر بشم برم، من تو رو کار ندارم دیگه، نجاتت هم نمیدم، اینجا هم هیچکی نمیذارم تو رو نجات بده، سنگم میذارم سر جاش. که بیژن میگه باشه میبخشمش فلان. که بیژن میارم بالا، اینا روبوسی میکنن و این داستانا، آشتی که میکنن. رستم برمیگرده به بیژن میگه بیژن تو با منیژه به همراه طلا جواهر رو این شتر پتورا برین به سمت ایران فرار کنین، من با این 6-7 نفر میرم یه درسی به این افراسیاب بدم، من باید اینو یه حالی بهش بدم. بیژن میگه که نه آقا، این جنگ منم هست، من نمیتونم عقب نشینی کنم، اگه تو میخوای بری افراسیاب بزنی منم باید بیام، نمیشه که این داستان. یه تصمیم میگیرن، منیژه به همراه گودرز و حالا اون تلاملا همه میرن به سمت ایران، این رستم و 6-7 نفر رو بیژن میرن که یه شبیخونی به این افراسیاب بزنن، یعنی داخل دل افراسیاب، دل دژ افراسیاب بچه. اینا میرن آوی نفس کش قد داره به دست میفتن توی این جریان و شروع میکنن به کشتن. آوی نفس کش، افراسیاب کجایی، من پدرتو در میارم بی ناموس، تو چجوری این کارو کردی با بیژن ما، تو اینقدر بزرگ شدی بیژن میندازی توی سیاهچاله، بیا بگیرمت خشتکتو پرچم میکنم بی شرف. شروع میکنن زدن و این داستانا که خبر از طریق پیران و کیخسرو میرسه به افراسیاب. افراسیاب میگه ای داده بیداد، اینا توی دش چی کار میکنن؟
رستم پشت در اتاق افراسیاب شروع میکنه به رجزخونی. میگه افراسیاب بیا بیرون، من خشتک تو پاره کنم. تو همیشه در حال فراری، یه بار بیا مبارزه کن برای همیشه تموم بشه این داستان دیگه. ما همیشه پشت تو رو دیدیم، تو همیشه دویدی و فرار کردی. افراسیاب اونجا دیگه ریده بوده و پیران و افراسیاب و کرسیوز دوباره عقب نشینی میکنن، دوباره فرار میکنن. یعنی سری میرن تو تونل، سوار اسب میشن و فرار میکنن. توی این نبرد و این مبارزه‌ای که توی کاخ صورت گرفته بوده مثل این چیز بوده دیگه، مثل بگو دیگه این فیلم سینمایی چی بود؟ یه فیلم سینمایی بود پسر کیانا رویزه. چیه؟ کیانا رویزه 1 2 3 4ش اومد. بابا این اسمشو میتونیم بگین؟ 1 2 3 4ش اومد بابا. سلام بچه‌ها، سلام. بابا این فیلمه بود کیانا رویز بازی میکرد. کیانا رویز کیان رویز. بابا این فیلم اسمش چیه؟ جان ویک. نگفتین تا آخر. جان ویک دیدی یارو ورود میکنه، این پسر جان ویک ورود میکنه توی اون ساختمون، اینا از هر طرف میانی شروع میکنه به کشتن. فکر کن رستم و یاراش همینجوری داشتن میکشتن میرفتن جلو که رسیدن به خود افراسیاب. برمیگردن افراسیاب بیا اینجا مبارزه کن بینم. من اومدم خشتک مشتک تو پرچم کنم، از ایران اومدم تو اینجا دژت از آهنم باشه جلوی من نمیتونی بگیری، من میام تو. خلاصه افراسیاب به خودش ترسیده و اونجا میگه که آقا دیگه باید فرار کنیم. دوباره اینا فرار میکنن بچه. طبق معمول افراسیاب بزدلتر از این حرفا بوده، چون بارها این اتفاق افتاده و بارها فرار کرده. افراسیاب فرار میکنه و رستم بازم نمیتونه اینو شکست بده، چون طبق بازم طالبینی ها کسی که افراسیاب میکشه کیخسروه، هیچکی به جز کیخسرو نیست. و باز هم اینا فرار میکنن دژ رو تسلیم میکنن. رستم به همراه طلا جواهر رو این 7 نفر اونجا یه آتیشی به پا میکنه و فوش خار و مادر میکشه اونا رو. میگه او این نفس کش، من ایرانی هم اومدم اینجا خشتک مشتکتون رو پاره کردم، یه بار دیگه شما پرتون به پر ما بگیره دیگه اینجا اینجوری صحبت نمیکنم. از این داستانا. و میاد به سمت کیخسرو. میرسه به کیخسرو خیلی خوشحال میشه و از این پیروزی دوباره رستم خیلی خوشحال میشه و کلی هم بهش جایزه و این داستانا میده. و بیژن هم که با گرگین آشتی کرده و سر صلح به جا میاره. کیخسرو به بیژن میگه که بیا این طلا و این فلان و این داستانا ببر از طرف من به منیژه بده و قدرش رو بدون، چون این دختر تا لحظه آخر به پات نشست، به پات موند، همیشه احترام بذار بهش و خدا نگهدارتون باشه. رستم هم میره زابل و سیستان و اینا، میره اونجا به زندگی خودش میره. این داستان بیژن و منیژه بچه‌ها اینجا تموم میشه. ولی خب کاراکترها خیلی بیشتر خودشون رو نشون میدن، مثل گرگین که نمیتونست خودش رو کنترل کنه و خشم و غضب خودش رو کنترل کنه، یه حرکت اشتباه میزنه به خاطر حسادت و حالا هر چیه. بیژن به خاطر جاه طلبی خودش توی اون چاه میفته. و افراسیاب که ترسو بودن خودش رو باز هم نشون میده و پیران که باز هم اون خرد خودش رو نشون میده و رستمی که همچنان کلید مشکل گشای ایرانیانه. یه چیز جالبی هم که این شاهنامه میخواد به ما بگیم، یا اصلا اصالت به این نیست که صرفا تو ایرانی باشی، چون اگه دقت کرده باشی سیاوش یک نژاد یک طرف میخورد به توران، رستم یک طرفش میخورد به ضحاک، بیژن هم الان یک طرفش زنش رفته تورانی شده. پس نژاد اینجا قرار نیست که صرفا اصالت به این باشه که تو مثلا ایرانی باشی یا ترک باشی. داره اینجا صحبت از
اصالت اخلاقی میکنه و میگه بهترین ها با اصالتن. اصلا مهم نیست تو کجایی هستی، مهم اینه که بهترین باشی و با اصل و نسب باشی. امیدوارم که تا اینجای قضیه این بیژن و منیژم بهتون خوش گذشته باشه. امیدوارم به بعضیا حالا دارن صحبت میکنن حالا اونا هم شنیده باشن، یه چیزی هم یاد گرفته باشن. دمتونم گرم، دوستتون دارم. من لایو رو قطع میکنم، یه چند دقیقه دیگه لایو رو استارت میزنم. فقط این که دم کسایی که دونیت کردن گرم. یوسف جان دمت گرم، آرمین جان دمت گرم، خیلی ممنونم، لطف کردید، واقعا تشکر میکنم ازتون. اگه یوسف توی لایو هستی هنوز، میدونم برای سنت شما زحمت کشیدید و اینجوری هم نیست که یه پول مفتی باشه. کسایی هم که دوست داشتن دمتون گرم، خیلی ممنونم. من سعی میکنم که این داستانها رو یه جوری تعریف کنم که به دلتون بشینه و خوشتون بیاد، نه اینکه حوصله سربر باشه. یه ذره حالا آب و تاب بهش میدم. چاکرم میلاد جان. یه ذره آب و تاب بهش میدم. خانم نفیس خیلی خوش اومدی. املیا سلام. شایلین سلام. حدیث نوشه مرتضی سلام. هلنا سلام. بچه ها سلام. و یه چند دقیقه دیگه لایو استارت میزنیم که مهمون ویژمون باهاش صحبتی هم بکنیم و این داستانا. دمتون گرم، خیلی مخلصیم. ببخشید اگه من بد تعریف کردم، یه جایی از قلم انداختم، چون توی شاهنامه اسامی و جزئیات خیلی زیاده، اسامی خیلی زیادیه. من نمیتونم صرفا کل اون اسامی رو حفظ کنم و چیز کنم. من اونجوری که خودم به دلم نشسته، خودم یاد گرفتم و خودم دوست دارم، همونجوری براتون تعریف میکنم این داستانو. داستان بعدی داستان پیران، نبرد پیران اگه اشتباه نکنم با گیوه، یا داستان 11 تن یا 12 تن اگه اشتباه نکنم، نبرد 11 تن یا همین چیزیه. آره فردا انشالله اونو استارت میزنیم. دمتونم گرم. زیزی جان سلام، دمتونم گرم، خیلی مخلصیم، دوستتون دارم. حالا ببخشید اگه یه جایی حوصلتون سر رفت. یه چند دقیقه دیگه میام سراغتون، گوشیمو شارژ میزنم. الان ساعت 3 و نیم استارت میزنم. خیلی مخلصیم، چاکرم، قربان شما، خداحافظ.